اگر نیک ما هم تنبلی کنم تو هم تنبلی کنی و هم بگی ساخته نمیشه، خب معلوم دار است دیگه. خیر خود ما باید از همسایه عذر کنیم که بفرما بیا اینی وطن ما، ای از تو، آبش از تو، یورانیمش از تو، ما را اگه یک شکم نان بیتی ما بسیار از پیش سپاسگزار هستیم. همینجا سریال نشد که ما نان میخوریم قرار تو میفهمی وطن خراب میشه. چهارم عین چهارم عشق، محبت داشته باشی، خودت دوست داشته باشی، مردم، خدا را، طبیعت، وطنت، زندگی را دوست داشته باشی، تو میش موفق. بعدش خدمت، کمر خدمت بسته کرده باشی، بگی من میخوایم خدمت کنم. ما بله خداوند برای می توانایی را داده، ما کتی توانایی اگه عقل داده، اگه جسم سالم داده، اگه پول داده، ما در راستای خوبی، در راستای رضای خدایی را مصرف میکنم. امروز دعا کو، بگو خدایا پولی که تو را مرا از تو دور میکنه، پولی که مرا بد اخلاق میسازه، پولی که مرا غرق اشتباهات میکنه، توبیم خدایا نتی. به می خاطر هر وقت دعا میکنی بگو خدایا اگه به خیر مسیر برم بتی، اگه به خیر نیست نتی. بنان او وقت میشه بگیم دومین گپ بعد از صحت علم و آگاهی هستند. دومین جایی که ما باید برش هدف داشته باشیم علم و آگاهی. بعد از اینکه جور هستیم دنبال علم باید باشیم. هیچ چیز از علم که در بالا ارزش نداره دیگه. اصلا تفاوت انسان با حیوان و با برتریش بر تمام موجودات در توانایی یادگیریش است. هر روز باید هدف داشته باشی برای یادگیری، یک چیز نو یاد بگیری، دانشت بالا بره. اما تو که غذا میخوری، اونم تو کتابم یکی غذای میده است که پرش میکنی، یکی غذای ذهن است که متاسفانه فراموش ما میشه. ذهن ما همیشه گرسنه است از پیش ما. و غذای ذهن چی است؟ سمینار، کتاب. امروزه بهترین سخنرانای دنیا، بهترین فیلسوفای دنیا، دانشمندای دنیا صحبتایشان در اینترنت است. نیم ساعت یک صحبت بشنو، برای ذهن تو تغذیه کردی، مغزت قوی ساختی، مغز زود پیر نمیشه. یک کسی اما تفته و در آمد ای که تسب آمد سور چرا یفته والا پای ما در زیاد پیدروی کرد. خیلی گفت بیشی ما پیدا میریم یک چند وقت تو دست پیشم تو میریم قصه کردن که دمی اسب شش چو بکن اسب دوان از پیش صدا کرد گفت دیگه جایی گپ نگویی که اسب گریختان داد. به خاطر گفت جوان مردی میمیره. خیر اسب مثل قیصره، ولی قیصر جایی نکنی که اسب ما گریختاندم که دیگه کسی پایین نمیشه، اسب خدا بر کسی نمیمونه. و این وطن امروز همه چی شده دیگه جوان مردی را دزدی کردن، کشتن جوان مردی را از بس که دروغ و تقلب. همین حالی کس به کس خیر نمیده، از بس که شنیدی که خیرات خورا تجارت انداخته. حالی امروزه اگه یک طفل براستی هم در سرک بفته مرگی بیرشه تخمش بشکنه کس پول نمیده. چرا؟ چون تقلب کردن، تخم به دروغ میزدن، خدا منداخت تریمی که یعنی ما سر مرگی آمده. انسانیت از بین نبرید. اول تقلبی هیچ وقت بعد است، هر وقت غلط است، ولی لطفا انسانیت کتش نکشید. یادتان باشه.